وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با جلب کارمندان پلیس از 17 شهر و ناحیه اطراف پایتخت در شهر دوشنبه عملیات زیر عنوان رمزی ترتیبات را راه اندازی کرده است. هدف این عملیات را مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تأمین ترتیبات جمعیتی، 2 روز برای ماندن حرکت واسطه‌های نقلیات، حفظ امنیت شهروندان و تفتیش حجت‌های منزلی زیستی ساکنان در 4 ناحیه شهر دوشنبه ارزیابی می‌کنند. عمرجان امالی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 28 فوریه بر رادیو آزادی گفت: پیشگیری و اشکال نمودن دیگر خیرانکنه و جنایت‌ها است. ما ناحیه را یک ناحیه در ما 2 شعبه کارهای داخلی تقسیم میشه. با کل مثال فیلسوفی یک داریم، سینا یک داریم، سینا دو هر ناحیه یک داریم که ما در این که اهالی بسیار است تقسیم کردیم که ما این گروه کاری به طور شبانه روزی در حدود پایتخت تاجیکستان کار کرده در پایان هر هفته نتیجه کارش را خلاصه می‌کند. روزانه و شامگاهان خانه‌های مردم و شبانه مؤسسه‌های تفریحی و طربخانه‌ها سنجیده می‌شوند. به عنوان مثال این گروه تنها در ناحیه سینا فعالیت 140 بازار و مرکزهای سودا، 47 آشخانه، 16 نقطه شستشوی نقلیات را سنجیده، 208 حالت حقوق ویرانکنی مأموری را ثبت کرده است. همچنین بیش از 1300 راننده را برای نادرست حرکت کردن در راه جریمه کرده است. عملیات ترتیبات در حدود شهر دوشنبه پس از تعیین رستم امالی پسری بزرگ امامعلی رحمان به حیث شهرداری دوشنبه آغاز شد. راننده های ماشین های سبک‌رو به خصوص راننده تاکسی های مسافرکش میگویند تفتیش های از معیار زیاد آنها را عصبانی کرده است. بیگلی رحمتوف یک راننده مسافرکش در دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: تفتیش زیاد شده که اصول نشیدگی ایجاد کردن. حالا در پی راه اندازی این عملیات گردش تاکسی های معروف 3 سامانه نیز مشکل شده است. این نوعی تاکسی ها که با پرداخت 3 سامانی یک مسافر را از یک کنج شهر به کنج دیگرش می‌بردند، به گفته مقامات غیر قانونی فعالیت می‌کنند. این عملیات فراگیر بوده سنجش کاری داروخانه، طربخانه و بیمارخانه ها را نیز در بر می‌گیرد. اما یک صاحب دکان نامپذیر در ناحیه سینا بدون ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت اکثرا اعضایان این کمیسیون به جای سله کله می‌آورند. او گفت 2 دکان نامپذیر آنها تنها با بهانه جوابگو نبودن به طلبات سانیتری بسته شدند.